نام عیسی مسیح. برکت بر نام اعجازانگیز عیسی مسیح. برکت بر نام شیرین خدای خدایان عیسی مسیح. آمین آمین. شکر و جلال. میخوایم اعتراف نیکوی ایمانیمون رو داشته باشیم امروز. در قوتمندی، در اتحاد، برای دونه دونه زوجها، ازدواجها، خانه‌ها، شغلها، فرزندانی که در خطر هستند و زیر حمله هستند، میخوایم بایستیم در اتحاد ایمان. اگر فقط و فقط ایمان داریم به کلام خدا، با قلب همدل میخوایم اعلام بکنیم و اعتراف کنیم. اعتراف میکنیم و اعلام میکنیم که در نام مسیح خداوند اعلام میکنم چون فرزند او هستم. آمین. اعلام میکنم به ضد من ساخته شود پیش نخواهد برد. از جانب آمین. از سمت راست و 10,000 دشمن از سمت چپ مرا تعقیب کند، پیروزی از آن من خواهد شد. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم چون او آرامی من است، اضطرابی ندارم. در نام مسیح خداوند خوانده شدم تا سر باشم نه دم، بلند باشم نه پست، قرض دهنده باشم نه قرض گیرنده. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم هیچ محکومیتی بر من نیست. مرا از شریعت گناه و مرگ آزاد کرده است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد، نه به قوت نه به قدرت بلکه به روح قدوس او قادرم. آمین 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 آمین. برای جلال نام عیسی مسیح دست محکم، برای جلال الوهیم الشدای و ادونای، دستی که شایسته است، دست پرستش. او شایسته بیشتر از اینه. نام حسن عیسی مسیح، برای نامش، برای حضورش دعوت کن. با دستی که میزنی حضور مبارک خدا رو دعوت کن. مس او رو. الشما، صدای دست ما رو میشنوی. حاضر شو در میان ما خرامان باش. آمین 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 آمین. شکرت پدر، شکرت پدر، شکرت پدر. بعضی صداها در تاریخ قراره بمونه و مدام منعکس بشه تنینش. ایمان دارم. پسر خوب من فؤاد امشب از 2 سکه حرف زد. 2 سکه‌ای که یک بانو در صندوق انداخت و من باور دارم و ایمان دارم و هر وقت این آیه رو میخونم یا میشنوم صدای سکه ها رو میشنوم. صدای 2 سکه یک بانو آخرین سکه ها و تمام روزیش رو قرار داد. آمین. این سکه ها قرار صداش همیشه جاری باشه. اگه خوب گوش کنی قرار صداش رو بشنوی به دفعات، بارها و بارها. صدای قلب محبت یک زن، قلب توکل یک بانو. پدر شکرت میکنم و جلالت میدم. این لحظه میخوام که به ما کمک کنی، گوشهای ما رو باز کنی خداوندا، گوشهای روحانی ما رو باز کنی تا صدای تو رو بشنویم، گوشهای جسمانیمون رو تا صدای همدیگر رو بشنویم. خداوندا گوشی به ما بده تا صدای تو رو در مکانهایی که غیر معموله بشنویم. پیام تو رو خداوندا و نور و نمک تو باشیم در این جهان.
و انعکاس چهره تو باشیم خداوندا. صدای تو رو بشنویم که هر بار از ما سوال میکنی موقعی که غذا نداشتم چرا به من غذا ندادی؟ و وقتی که لباس نداشتم تو به من چرا غذا ندادی؟ و وقتی که جای نداشتم چرا به من مسکن ندادی؟ و اون موقع که در زندان بودم چرا به دیدن من نیومدی؟ خداوند کمک کن این لحظه این مسو بر ما قرار بده، بر گوشامون، تا صدای تو رو بشنویم. ای سرور سلامتی و آزادی و رئیس حیات، در نام اعظم عیسی مسیح. آمین آمین آمین. امشب من فکر کردم که یه مقداری صحبت بکنیم راجع به پدرمون و محبت پدرمون. و کلام میگه تنها چیزی که باعث میشه قلب‌ها برگرده و مردم توبه کنند، افراد فرزندان به زانوی توبه بیافتند، فقط و فقط و فقط محبت پدره. نه گروه پرستشه، نه حرفای واعظه، هیچ چیزی نمیتونه باعث بشه یه نفر توبه کنه و فکرش عوض بشه به جز محبت پدر. وقتی محبت پدر هست دیگه روح یاغیگری نیست، روح اطاعته و روح دوستیه و اون چیزی میاد که در فکر اصلی خداست، شالوم، آشتی و صلح با پدر آسمانی. انجیل خداوند اینطوری میگه، در یوحنا اینطوری میگه خدا عشق است، خدا محبت است، خدا عشق و محبت. اگه میخوای ذات او رو به حقیقت بفهمی باید عشق رو بشناسی. و من همیشه بر این باور بودم که اون عروج قدرت بود قدرت رو اگر بخوای مطالعه بکنی اون موقعی به طور کامل ظاهر میشه که عشق رو میبینی. اوج قدرت قراره عشق باشه و خدا عاشق اعظمه. هر چقدر توی سرودامون میخونیم خدایا من دوستت دارم، ما فقط معشوقان خدا هستیم. و خدا که عشق مطلقه، موضوعی برای عشقش در نظر گرفت و گفت من و تو بشویم و شدیم به فیض عظیمش. و عشق یک طرفه عشق زیبایی نیست. و خدا ما رو آفرید و خودشو در ما قرار داد و او عشق مطلقه و قراره در ما چیزی که دیده میشه در اندیشه اوه عشق باشه که دیده میشه. وقتی که غذا نداشتم به من غذا ندادی، وقتی که جای نداشتم به من جا ندادی، وقتی در زندان بودم به دیدنم نیومدی. و پدر میدونست که قراره از میوه درخت ممنوعه بخوریم، میدونست قراره گناه کنیم، میدونست قراره دل او رو بشکنیم، ولی انقدر عاشق بود که این شانس رو به من داد تا بتونم انتخاب کنم او رو دوست داشته باشم و عشقش رو جواب بدم. اوج قدرت عشقه. اوج قدرت کنترل نیست، دنیا بهت یاد میده. وقتی به قدرتمندی کامل میرسی که بتونی همه چیز رو کنترل کنی، حتی عزیزترین کست رو. ولی خدا پدرمون به ما یاد میده اوج قدرت اون جاییه که عشق میورزی و عشق میورزی و عشق میورزی
و اون موقع به شباهت او در میای. دست از کنترل برداریم در نام اعظم عیسی مسیح. روح کنترل رو نهیب میدم، روح ایزابل رو نهیب میدم، روحی که داری نسبت حتی به عزیزترینت یا عزیزترینت نسبت به تو داره. و پدر گفت انقدر عاشقتم که به تو حق انتخاب میدم و قرار آتئیستا بیان و بگن من ضعیفم و من نفهمیدم چی کار کردم، ولی انقدر عاشقم که بهت حق انتخاب میدم، حتی بر علیه من باشی، حتی دوستم نداشته باشی. و پدر به این میگه عشق. اسمیرنا، روح کنترل رو نهیب میدم در زوج هامون در نام اعظم عیسی مسیح، در روابط و دوستی هامون. اوج قدرت در عشق، در کنترل نیست. کنترل اگر بذاری کنار، انتخاب آزاد. پدر این حق رو به ما داد. نقطه ضعفش بود، نقطه قوتمندیش بود. من خدای خدایان هستم، جز من کسی رو نپرست. چه اعتماد به نفس کمی داره؟ ابدا. امشب میخوایم راجع به این مسائل یه مقداری صحبت بکنیم. من تیتر رو نگفتم چون من فکر کردم امروز یه مقداری راجع به بعضی از فرمانهای 10 فرمان صحبت کنم و گفتم اگه اینو بگم شاید نصف عزیزان همون موقع پاشن و برن از اینجا و برای همین یه ذره دون پاشیدم که بمونین و باشین و ایمان دارم که دلتون شیرین میشه. وقتی که غذا نداشتم به من غذا ندادی، وقتی جایی نداشتم به من سقف و پناهگاه ندادی، وقتی در زندان بودم به دیدنم نیامدی، گوشی که صدای عیسی مسیح رو بشنوه. امشب نیاز داریم در اعضای این کلیسا، در نام عیسی مسیح هر روز نیاز داریم، هر روز نیاز داریم صدای او رو بشنویم. خدا در ناامیدی مطلق شاید امید بست که دختری یا پسری قراره به دنیا بیاد و علیرغم همه تاریکی ها، همه فلسفه ها، همه مدرن گرایی ها، همه سختی ها، عشق او رو جواب بده و بگه دوست دارم بابا، چون میدونم دوستم داری. اون موقعی که این گناه بودم منو محبت کردی. انتخاب میکنم دوست داشته باشم، چه بدی چه ندی دوست دارم، دوست دارم به خاطر ارزشی که برای من قائل شدی. من باور دارم که خدا باغ عدن رو قرار داد، پرفکت و بی‌نظیر، نقصی درش نبود، پر از وفور، مکان شالوم، مکان حضور مطلق خدا و آدم و حوا رو اونجا گذاشت و هدف این بود که آدم و حوا یه ماکت دیده باشن، یه الگو دیده باشن از چیزی که قراره وسیع‌ترش رو خودشون درست کنن در دنیا. میدونی چیه آدم؟ حوا، چیزی که دیدی. من میخوام وقتی که بیرون رفتی به دنیای تاریک عین اینو انجام بدی. توقع زیادیه؟ اگه واقعا فهمیدی دوست دارم و دوستم داری، توقع زیادی نیست اگه میخوام مثل من رفتار کنی، مثل من سخن بگی، مثل من محبت کنی و بگی نور بشود و نور خواهد شد و بگی آزادی بشود و آزادی خواهد شد، امید بشود و امید خواهد شد. ولی آدم و حوا قرار بود فقط از میوه درخت تشخیص خوب و بد نخورن. قرار نبود که از میوه درخت حیات نخورن. ولی هیچ کدومشون طرف میوه درخت حیات نرفتند. اون چیز اصلی رو که براشون قرار بود، هدف اصلی، حیات ابدی رو دریافت نکردند و بیرون شدند. معمولا من و همسر عزیزم برادر رامین گل
خوشتیبترین مرد دنیا، مردی که قلب خدا رو داره. شکر میکنم خداوند برای وجودش در زندگیم. معمولا ما خیلی با هم مکالمه میکنیم. من باور دارم آدم هر روز در خنکی روز منتظر بود تا باغبان اعظم بیاد و با او قدم بزنه در باغ و با او سخن بگه. و شاید این فکرهای خواهرآزیتاست، شاید آدم یادش رفت که با حوا حرف بزنه. چون من حتی وقتی پستچی میاد در خونه رو میزنه به برادر رامین میگم راستی برادر رامین، البته نمیگم برادر رامین، راستی رامین جان یکی زنگ خونه رو زد، یکی تلفن زد. و واقعیت اینه اگه مار اومد و به حوا اینو گفت، نکنه آدم برای حوا وقت نداشت و بهش فرصت نداد، چون مشغول بود و منتظر بود که خدا بیاد و قدم بزنه با او و با او سخن بگه. و کتاب پتروس میگه یکی از بزرگترین پرستشا اینه که برای همسرت وقت بذاری و او رو بشنوی و این حفاظتیه که بهش میدی. ای مرد ایمان. و بعد آدم و حوا بیرون شدن. میتونین تا حالا فکرشو کردین چطور ممکنه آدم و حوا در حضور مطلق خدا در باغ عدن، جایی که خللی درش نیست، شکستگی نیست، وفور و برکته، فقط لطف و رحمت و فیضه، چطور ممکنه سالیان سال اونجا زندگی کرده باشن، با خدا قدم زده باشن، با او حرف زده باشن، حالا بیرون شدن، حالا بچه دار شدن و صاحب 2 پسر شدن و یه پسر اون پسر رو کشته؟ اولین ازدواج خدا بنا کرد، خدا تقدیس کرد. چطور میتونه توی یه نسل به این بدی پیش بره؟ تا حالا به این فکر کردین؟ موقعی رسید که موقع عبادت و پرستش بود، موقعی بود که قرار بود قربانی جانشون رو هابیل و قائن به خدا بدن، به پدر آسمانی بدن، به باغبان اعظم بدن. و یکی قربانی خون رو انتخاب کرد و یکی قربانی گیاهی رو انتخاب کرد. و ما همه فکر میکنیم یکی به یکی حسادت کرد چون خدا قربانی غیر خون رو نپذیرفت. و من واقعا اینو باور ندارم که خدا قربانی غیر خون رو نمیپذیره. من فکر میکنم اگر در کتاب پیدایش ادامه بدیم و بخونیم میفهمیم که چرا خدا قربانی هابیل رو که اتفاقا خون بود پذیرفت و قربانی قائن رو نپذیرفت. چون اگه چند صد جلوتر بریم میبینیم که قائن هابیل رو میکشه و خدا از قائن میپرسه برادرت کجاست؟ و اون میگه مگه من نگهبان برادرم هستم؟ به من ربطی نداره. و کلام میگه خون هابیل هنوز مثل سکه های بانوی توکل هنوز 2 سکه مسیح صدا میکنه و فریاد میزنه. چرا؟ چون جواب درشه. هر دو یک خدا رو میپرستیدن، هر دو به یک خدا قربانی دادند. ولی هابیل عاشق خدا بود و عاشق برادرش قائن بود، ولی قائن عاشق خدا بود و عاشق هابیل نبود. وقتی که گرسنه بودم به من غذا ندادی، وقتی که جا نداشتم به من سقف و پناه ندادی، وقتی در زندان بودم به دیدنم نیامدی. خداوند گوشهای روحانی ما رو باز بکنه تا صدای عیسی. میخوای بدونی عیسی مسیح بهت چی میگه همین لحظه؟ وقتی که گرسنه بودم به من غذا ندادی، وقتی که جا و پناه نداشتم به من پناه ندادی،
وقتی در اسارت و زندان بودم به دیدنم نیامدی. این صدای خداونده برای ما. عاشق خدا هستیم، پرستش همو نمیفهمیم، درک نمی کنیم. هر کی روشی داره، هر کی منشی داره. همدیگر رو دوست نداریم، خدا رو دوست داریم. همه مقدسین و خادمین هستیم، ولی یکدیگر رو دوست نداریم. و خداوند میگه باغ عدن قرار بود در بیرون نمونه‌ای باشه برات تا جهان رو شبیه باغ عدن درست کنی. محبت کیلویی چند. وقتی که غذا نداشتم و گرسنه بودم به من هیچ چیزی ندادی. کافی نیست فقط خدا رو دوست داشته باشیم، قراره همدیگر رو دوست داشته باشیم. مگه عقاب ها نیستیم؟ مگه هم پرواز ها نیستیم؟ یادمون نره کی هستیم. کسی که برادرش رو نمیتونه دوست داشته باشه، خداوند میگه ادعا نکن. برادری رو که میبینی دوست نداری، ادعا نکن که منو دوست داری. کلام انجیل دارم براتون میگم در نام اعظم عیسی مسیح. و کلام میگه یه شبانی، مثالایی که عیسی مسیح میزنه، یه شبانی 100 بره داشت و یکی از اون بره ها گم شد. 99 گوسفند و بره رو رها کرد و به دنبال اون یک رفت. ارزشی که هر یک نفر ما در نظر خدا داره. همیشه اینطوری یاد گرفتیم. ولی وقتی یه ذره من رشد کردم، رشد روحانی کردم، فهمیدم که شبان میدونه رازیه در اون 100 بودن و به دنبال اون یک میره. چون وقتی یک بر میگرده 100 کامل شده. برای مشارکتی که با 99 داشت به دنبال اون یک میره. ارزش من خدمتیه که برای خدا دارم و انجامش میدم. و شبان 99 رو ول میکنه و دنبال اون یکی میره که بدون اون یک 99 و 100 نیست و کامل نمیشه. به من بگید ارزش یک یا ارزش 99؟ حالا ارزشی که در محبت و خدمت به همدیگه داریم. و شبان دنبال اون بره میره و اون رو برمیگردونه. یه ربای، یه خادم یهود، یعنی ربای اون کسی که یهود رو خدمت میکنه، کشیش یهودیان، سفید پوست، اولین مرد سفید پوستی بود که در کنار دکتر مارتین لوتر کینگ رژه رفت برای آزادی سیاهان، برای اینکه تبعیض نژادی رو بشکنه. و همه خبرنگارا به طرفش هجوم بردن و گفتن برای چی تو که سفیدی، تو چی کار به این که چرا دشمن برای خودت درست میکنی؟ مارتین لوتر کینگ مسیحیه، یه کشیشه، تو یهودی، اون سیاهه، تو سفیدی. و میدونین چی جواب داد؟ گفت وقتش بود که امروز پاهای من دعا و پرستش بکنه. کاری که من کردم، با پاهام دعا کردم و خدا رو پرستیدم. چون کاری که کردم، رژه‌ای که رفتم با قومی که تحت ستمه، از ایستادن در برابر دیوار غربی اورشلیم امروز مکان مقدس‌تری ایستادم. وقتی با اونها راه رفتم، شبانی که 99 ول میکنه و اون یک رو برمیگردونه. حاضریم با پاهامون بعضی وقتا دعا کنیم و خدا رو بپرستیم.
کلام میگه کلیسا جماعت ایماندارانه. این ستونا نیست، این دیوارا نیست، این خرم نیست. کلیسا ما هستیم. بعضی وقتا خیلی مشغولیم که کلیسا داشته باشیم. و من شنیدم دیروز خدا به من گفت اسمیرنا قراره کلیسا باشه. ما قراره کلیسا باشیم، نه اینکه کلیسا داشته باشیم. قراره اینجا کلیسا باشیم، در خانه کلیسا باشیم، در جامعه خود کلیسا باشیم. با نور و نمکی که درونت چه میکنی؟ با نور و نمکی که پدر درونت گذاشت، اون موقعی که تو رو آفرید و وجود خودش رو، روح خودش رو در تو گذاشت، چه میکنی در دنیا؟ اسمینا ما قراره نور و نمک باشیم در این دنیا. اسرائیل خیلی اشتباه رفت، همونطوری که قائن و آدم و حوا ایزوله شدن، طرد شدن، ولی خدا اونها رو دوباره جمع کرد. اسرائیل به جای رسید که زیر بار فرعونیان و بردگی رفت، جای رسید که بیشتر از تواناییش برش بار گذاشته شد و اونجا مرثیه خوند و فریاد زد و اشک ریخت و تضرع کرد و نام الوهیم رو خوند بالاخره. و خداوند گفت تو مثل همون زن بدکاره هستی، ولی من میخوام با تو ازدواج کنم، میخوام عقدت کنم، میخوام مقام همسری بهت بدم، میخوام جمعت کنم، بهت آبرو بدم و نام خودم رو بهت بدم. و مکان عقد رو کارت چاپ کرد خداوند، کوه سینا. اونجا قراره با هم عهد ببندیم، پیمانی ببندیم، با اینکه تو لایق نیستی ولی من عاشق تو هم و مجبورم، پس با تو عهدی میبندم. و اونجا خدا 10 فرمانو به موسی داد. و یادتونه اولین فرمان چیه؟ خدایی جز الوهیم خدای یگانه رو نپرست، چون خدایی نیست همانند او. خدایی قبل از او نبود و بعد از او قرار نیست باشه. در کنار او کسی یارایی نداره که قد علم بکنه. همه ادای خدا رو در میارن. الوهیم عیسی مسیح فقط و فقط خدای یگانه. اولین عهد این ازدواجه. خدا همسر ما شد. خیلی وقتا میگیم یعنی چی؟ چرا خدا اینقدر میگه فقط منو بپرست؟ خب یعنی چی؟ گفتن نداره اینقدر. آیا خدا کمبودی داره؟ ضعفی داره؟ چون خدای قدوس که ضعفی نداره. و خدا اینطوری میگه میخوام فقط و فقط و فقط منو بپرستی تا هرگز فراموش نکنی چه کسی تو رو آزاد کرد و بهت آبرو داد و بهت حیات داد. چون اگه فراموش کنی کی منجی توه؟ مثل همون آدمای ستمکاره جبار قراره رفتار کنی، برای اینکه تو رو حفاظت کنم از لغزشت. دقت کردین تا انقلاب میشه یه قومی بلند میشه قسی القلب‌تر از همون حکومتی که رو کار بوده. اگه اونا دار میزنن حالا آتیش میزنیمشون زنده زنده. میگه یادت نره من نجاتت دادم، چون اگه یادت بره و فراموش کنی و منو نپرستی تو بدتر از قوم قبلی میشی که من تو رو از دستشون آزاد کردم. برای اینه میگم فقط منو بپرست. من عاشق تو هم، از عشق عظیمم.
تو رو که بارها و بارها به زنا رفتی جمع کردم و این عهد منه با تو. میدونیم 4 عهد اول برمیگرده به رابطمون با پدر، با خدا. 5 تای بعدی برمیگرده به رابطمون با هم دیگه و آخری برمیگرده به رابطه‌ای که خودمون با خودمون و درونمون داریم. اون جایی که میگه طمع مورز، حسد نکن، چشم زنا نداشته باش به اموال همسایه. برمیگرده به خودمون، به درونمون. دومی میگه چی؟ دومی میگه هیچ بتی رو، هیچ مجسمه نساز و در کنار من اون رو نپرست. چون هممون میدونیم مجسمه های چند تنی طلا، ذریح های نجسی که از طلا میسازن و مردم نادان پول میندازن توش. چاهایی که کندن و ادعا میکنن قدیسین درش هستن، پر از لجنه. مبادا گولت بزنه و یادت بره که کی تو رو نجات داد، چون فقط من میتونم تو رو نجات بدم و بس. تو رو از خودت نجات میدم، از درون خودت نجات میدم و نجاتت میدم طوری که به شباهت کسانی که تو رو کوبیدن هرگز در نیای. از هر رابطه اشتباهی که در میایم سر بعدی میخوایم عقده‌های قبلیمون رو خالی بکنیم، ولی اگر او رو بپرستی و بتی در کنارش نداشته باشی و هرگز فراموش نکنی که همه اینا رو او به تو داد، به فیضش به تو داد، اگر هرگز یادت نره، حفاظت شدی از اینکه تبدیل بشی به همون افرادی که ازشون بیزار بودی در حقیقت. سومی چی میگه؟ نام مرا بیهوده نیار. عهدیه که خدا داره، خیلی جدیه. میدونی یعنی چی؟ همین که این قسم دروغ نخور، نمیدونم بی خودی اسم خدا رو هی تکرار نکن، نام او قدوس، آمین، همه اینا معنی میده. ولی اینطوری میخوام بگم روزی که من همسر رامین شدم نام او بر من قرار گرفت و الان مهمه چجوری رفتار میکنم، چون نامی بر منه، نام خودش، پدرش و پدر بزرگش. و چطور میتونم این نام رو تلف کنم؟ کلیسا، من یادمه هر وقت از برادرهایی که عزیز روحش در آسمون در پرستش با ما این لحظه میپرسیدن راجب ایمانش، میگفت در حال مسیحی شدنم، من در حال بزرگترین اسقف خاور میانه. هیچ وقت نگفت من مسیحی هستم و مسیحی شدم، میگفت در راه مسیحی شدن هستم، چون مسیحی شدن یه پرودوکت و محصول مسیحی بودن آماده است. یعنی تمام شد، یعنی من عین مسیحم و نیستم، از فرق سر تا نوک پا بیمارم و گناهکارم، در راه به شباهت او در آمدن هستم. کلیسای اسمینا در راه به شباهت او در آمدن هستیم. گناه وجود داره، نقص وجود داره، ولی هر روز اشتیاق جان ما اینه که هرگز فراموش نکنیم کی ما رو نجات داد با اینکه لایقش نبودیم و هر روز شبیه او در بیایم. نام او رو تلف نمی کنیم. نام او آبروی ماست. رفتاری که داریم در کلیسا، در بیرون کلیسا، مبادا اگر نام همسر حقیقی ما رو، همسر حقیقی من عیسی مسیحه، نامزد ابدی من، همسر حقیقی من، داماد آسمانی عیسی مسیحه، مبادا نام او خدشه‌دار بشه. نام منو بیهوده تلف نکنید، نام منو کمرنگ و بیرنگ نکنید، نام منو توهین نکنید. برمیگرده به رفتارمون، برمیگرده به اینکه آیا فهمیدیم
چه کسی هستیم در زندگی همسرمون؟ تخم چشم خدا هستیم. نام او رو بیهوده نبریم. چهارمی میگه روز سبت رو نگه دار، روز استراحت رو، روزی که تمام مشغولیاتتو میذاری کنار و به من توجه میکنی. اون روز به یاد میاری عشق عظیمم رو و به یاد میاری و در من تفکر میکنی. چه عزیزانی رو از دست دادیم بابت مشغولیات زیادمون در زندگی. چه دوستی هایی رو از دست دادیم و دست کم گرفتیم. چه ازدواج هایی از دست رفت و حاضریم الان برای 1 ثانیه با اون دوست، با اون فرزند، با اون پدر، با اون مادر دوباره مشارکت کردن، نصف زندگیمون رو بدیم. اینقدر مشغول نباش که یادت بره سرچشمه این برکت و سلامتی من هستم. یادت نره اینجا مهم نیست پرستشت. وقتی به اونجا رسیدی خدا به پرستشت نگاه میکنه. یادت رفت وقتی ثروتمند شدی، معروف شدی، موفق شدی، سرمایه دار شدی، پرستش اون روزت و خدا در جستجوی انسانه. و داوود میگه من کی هستم که تو در من تفکر میکنی؟ و امروز من میگم ما کی هستیم که خدا با ما همچین عهد همسری رو میبنده. مبادا اینقدر مشغول بشیم. یه روزی ملک سبا میره به دیدن سلیمان پادشاه بزرگ، پسر داوود، 40 سال صلح سلطنت. میتونی باورش کنی؟ کسی که 40 سال در اون زمان جنگ ها سلطنت کرد و یه جنگ در زمان سلطنتش رخ نداد. سلیمان نبی، حکیمترین مردی که روی زمین میگن زندگی کرد و ملکه سبا به اون نگاه کرد و گفت جلال بر خدای تو الوهیم، یهوه الوهیم. خداوند تو رو بلند کرد تا عدالت و راستی رو جاری کنی. ملکه سبا از اتیوپی میاد به دیدار سلیمان، بزرگترین پادشاه زمان، و بهش میگه جلال بر خدای تو یهوه الوهیم. خداوند تو رو بلند کرد تا عدالت و راستی رو برقرار کنی. میدونی چرا اینو بهش گفت؟ چون دور و بر رو نگاه کرد و دید 666 پوند طلا داره، صدها زن داره، هزاران خادم داره و نگاه کردید بین بردگانی که ازش استفاده کرد سلیمان تا معبد خدا رو بسازه، معبد بسازه برای خدایی که او رو از دست ستمگران آزاد کرد. از قوم خودش برده وجود داره و گفت سلیمان میخوام به یادت بیارم خیلی مشغول این جاه و جلال و طلا و زن و خورد و خوراکتی. جلال بر یهوه الوهیم که تو رو بلند کرد تا عدالت و راستی رو برقرار کنی. یادت نره چه کسی. اون موقعی که دوست داشتنی نبودی، اون موقعی که در تاریکی بودی، اون موقعی که گناه مطلق بودی، محبتت کرد و عاشقت شد و بهت انتخاب داد که حتی محبت او رو برنگردونی و حتی او رو توهین کنی و او رو انکار کنی و او رو دوست نداشته باشی. چه قدرت عظیمی. یه روزی یه سنگ عظیمی رو آوردن و دادن به مردی به اسم میکلانژ. میدونی میکلانژ چیه؟ سوئدی‌ها میگن میکلانجلو، میکلانژ خودمونه. یه سنگ بسیار بزرگ مرمر رو، یه صخره رو آوردن و قرار بود میکلانژ ازش مجسمه داوود رو بسازه و این کارو کرد و مجسمه رو ساخت
و قرارش دادن مجسمه رو. بی‌نظیر بود، خارق العاده بود و همه اومدن ازش پرسیدن تو چجوری داوود و اینطوری از این سنگ بیرون کشیدی؟ چی کار کردی؟ چجوری تونستی مسو داشته باشی؟ این چه قدرتیه که این مجسمه بی‌نظیره و نمایشگر داوود پادشاهه. و میدونی میکلانژ گفت داوود همیشه در این سنگ، در این صخره وجود داشت. من اون چه که داوود نبود از سنگ بیرون کشیدم. در نام اعظم عیسی مسیح اعلام میکنم استاد اعظم میکلانژ اعظم اینجاست، مجسمه‌گر قابل و ایستاده و میخواد اون چه که شبیه اون نیست و از اون نیست از تو بیرون بیاره تا بشی اون داوود خداوند. در نام عیسی مسیح بتراشدت، با چکش بکوبه، صیقلت بده، فرمت بده، هر آنچه که از خدا نیست ازت بیرون بیاره. چون اون چه که خدا سر تو هست و از ابتدا بوده اون نمایانگر بشه. اگه در این سوالی که چرا از دست دادم، چرا عزیزم از دست دادم، چرا کارم از دست دادم، چرا ثروتم از دست دادم، چرا کشورم از دست دادم، من نمیدونم، من یه چیزو میدونم، او در کاره تا بیرون بیاره و ازت جدا کنه هر آنچه که از اون نیست، از جنس اون نیست و شبیه اون نیست، تا بفهمی حقیقت خودت رو. استاد اعظم عیسی مسیح 5000 مرد رو میبینه با زنان و بچه ها. تاریخ نویسا میگن بین 12000 نفر تا 15000 نفر انسان اونجا بوده. گرسنه، روزها به دنبال عیسی مسیح رفتن و تعلیم گرفتن و حالا گرسنن و عیسی مسیح میگه هر آنچه که داری بیار برکت بدم و خوراک بدم، جای دور نرید، از بیرون غذا نیارید، غذا اینجاست، من منا هستم. و شاگردان میرن، یه پسر بچه هست 2 ماهی و 5 نان داره و عیسی مسیح 2 ماهی و 5 نان رو طوری برکت میده که به قول تاریخ نویسان بین 12000 نفر تا 15000 نفر غذا میخورن، سیر میشن و اضافه میاد. سوال، آیا عیسی مسیح نمیتونست با 1 ماهی و 1 نان اون پسر همین کار رو انجام بده؟ چرا از دست بچه 2 ماهی و 5 نان رو گرفت؟ و ایلیا میاد، چاه آبش خوش شده، قراره بیاد به شهر زرفه، شهری که تصفیه بشه و تصفیه بکنه و یه بانوه، یه پسر داره، هیچ غذایی نداره، یه وعده غذا داره، فقط یه وعده غذا که بخوره بمیره. و ایلیا به اون میگه غذا رو به من بده، اول اون غذا رو به من بده. چقدر نبی کاذب تو دلمون میگیم اینم اومده دنبال آخرین غذاه، آخرین سکه رو میخواد. هنوز راز رو نفهمیدیم. عیسی مسیح میتونست با 1 ماهی، نصف ماهی، استخوان ماهی، فلس ماهی، چشم ماهی، بدون ماهی اون قومو سیر بکنه. قول میدم بهت. ولی تا وقتی که یه پسر بچه 2 ماهی یا 1 ماهی و چند نان در دستشه، حضور خدا نمیاد. حضور خدا وقتی میاد میخواد همه چیز تو باشه و تا وقتی در دست چیزی داری حضورش نمیاد و ظاهر نمیشه، حاضری دستتو خالی کنی. صدای 2 سکه تا انتهای تاریخ قرار انعکاس داشته باشه. همه رو میدم چون تو همه چیز منی و من همه چیزو میخوام. به جای رسیدم که به همه نیاز دارم. همه چیز من تویی و فقط تویی خداوندا. ایلیا، این تنها چیزیه که دارم، تنها غذای من و بچه‌مه، ولی اینم میدم. چون راز این که خدا بیا تمام سالهای قحطی من و فرزندم پر از برکت باشیم اینه که آخری رو هم رها کنم و به تو بدم. بردار. توکل مطلق دارم به تو. توکل مطلق. عیسی مسیح دعوتت میکنم
چکش مجسمه گری تو برداری، تراش بدی و صیقل بدی و برداری هر آنچه که از تو نیست. شهادت زندگی منه، همه چیز داشتم و خدا از بالا به من نگاه کرد، در جستجوی من بود، در جستجوی همسرم بود به طور خاص. گفت چیزایی که داری بی‌نظیره، من به تو دادم، ولی این چیزا از جنس من نیست، شبیه من نیست. باید زمین بذاری، باید بدی، باید یه افرادی رو بدی، اموالی رو بدی، ماشین رو بدی، مغازه ها رو بدی، ثروت رو بدی تا من بتراشم. اون کسی که حاضره در شکاف صخره بایسته و به من بگه لبیک، جان من در جستجوی اون آدمه. خدا در جستجوی توه، باور میکنی یا نه؟ خدا نیاز نداره ولی عاشقه، اینقدر عاشقته که نگات میکنه و میگه پر از برکت و زیبایی هستی، ولی حالا وقتشه که تکون بدی، چون چیزایی که جمع کردی از جنس من نیست و تو رو از من دور میکنه. اون موقعی که گرسنه بودم به من غذا ندادی. ما قرار نیست بت داشته باشیم، مجسمه داشته باشیم. ما قرار نیست به عروسک ها و مجسمه ها نگاه کنیم تا صدای خدا رو بشنویم. اگه میخوای صدای خدا رو بشنوی، به بغل دستیت فقط نگاه کن، ببین نیازش چیه. اراده خدا اینه که اون کار رو در زندگیش انجام بدی، کمکش بکنی. میشنوی صدای خدا رو؟ صدای خدا رو در جاهای نامعمولی میشه شنید. همه بعد از جلسه میخوان منو ببینن، برادر رامین رو ببینن. میدونی چند نفر جدید امروز اومده؟ عیسی مسیح میگه به این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. میگه هرگز نگو ای پدر من که در آسمانی، بگو ای پدر ما که در آسمانی. ما شبانی که 99 رها میکنه به دنبال یک میره، چون ارزش یک اون چیزیه که برای 99 انجام داد. ای پدر ما که در آسمانی. ما به بت احتیاج نداریم. چند نفر ملکوت تو بیاید، ملکوت خدا قراره بیاد، میتونی بهشت رو بدی به یه نفر همین امشب. اگه یک کلمه محبت آمیز بهش بگی، اگه فقط به درد دلش گوش بدی، اگه گرسنه است بهش غذا بدی، اگه در تنگی بهش هدایت و دعا بدی، بهشت خدا قراره بیاد. ما نور و نمک هستیم. ما از عدن بیرون نشدیم برای اینکه عدن بای بای تموم شد. ما قرار نمونه ای از عدن رو اینجا در وسعت بزرگتر بنا کنیم، پرفکت و بی‌نظیر. اگه اجازه بدیم مجسمه‌گر اعظم، میکلانژ حقیقی آسمانی تراشمون بده، چون روح خدا هست، ولی چیزایی باید از ما برداشته بشه تا فرم داوود رو بگیریم، مگه نه؟ آمین. وقتی که غذا نداشتم، امشب میخوایم بریم در دعا و میخوایم دعا کنیم که اینقدر مشغول نباشیم، فقط مشغول کارهای کلیسایی نباشیم، بلکه خود کلیسا باشیم، زبان کلیسا باشیم، دست محبت خدا باشیم. در نام اعظم عیسی مسیح یکی یک عقاب‌های اسمیرنا با پاهاشون عبادت کنن و دعا کنن خداوند رو. روزی رژه برن در کنار اون کسی که در ستم عظیمی قرار گرفته. در نام اعظم عیسی مسیح امشب اقتدار آسمان بر توه تا یه ذره از بهشت رو نصیب حال یه نفر بکنی و تو بهشت رو بهش نشون بدی، طعم شیرین بهشت رو. چون عیسی مسیح میگه وقتی که غذا نداشتم و وقتی که سقفی نداشتم و وقتی که در زندان بودم،
پدر شکرت میکنم و جلالت میدم. خداوندا مسح برتر خودت رو به ما بده. خداوندا تا درونمون کلیسا باشیم، فقط مشغول مسائل کلیسایی نباشیم، بلکه کلیسای زنده و متحرک تو باشیم در این دنیای تاریک. خدای قدوس، خداوندا فقط تو رو میپرستیم ای الوهیم، ادونای و الشدای، تا هرگز فراموش نکنیم چگونه ما رو نجات دادی و عبورمون دادی، چون هرگز نمیخوایم به شباهت کسانی در بیایم که ما رو در ستم و جفا قرار دادن. خدای قدوس، در کنار تو هرگز بتی رو قرار نمیدیم، مجسمه ای رو نمیپرستیم، هیچ ظاهر زیبایی نمیتونه زانوان منو خم بکنه. تا لحظه ای که نفس میکشم میپرستمت خداوندا، و ما مردم رو داریم تا به صداشون گوش بدیم خداوندا و ناجیشون باشیم و دستشون رو در دست تو منجی عالم قرار بدیم. خداوندا روز سبت رو نگه میداریم تا نشون بدیم انقدر مشغول نیستیم. وقتی به برکات و اوج میرسیم هنوز به یاد داریم خداوندا که تو برای ما چه کردی پدر. ده فرمان تو، احکام تو چه مفهوم شیرینی داره. عهد ماست با تو ای داماد آسمانی. و تو گفتی اگه 4 حکم اول رو بتونیم درش قوی باشیم و بایستیم، نام تو همسرمون رو آلوده نکنیم و پایین نکشیم، امکان نداره توی احکام بعدی ضعفی نشون بدیم. خداوندا هر بار نگاه کردم به زندگیم و در روابطم خللی دیدم با افراد دور و برم، دیدم که در خداپرستی من، در مشارکت با تو خداوندا ایراد و مشکلی بود. ولی امشب خداوندا تمام دستم رو خالی میکنم. ماهی از این 2 ماهی نمیخوام و نان از این 5 نان نمیخوام. میخوام تو همه چیز من باشی و ظاهر بشی و حضور تو الشما بیاد با دست خالی. آخرین 2 سکه رو میندازم خداوندا تا حضور تو بیاد، تا پری تو بیاد. آخرین شامو میدم خداوندا، چون وقتی حضور تو میاد تمام زندگیم زیر و زبر میشه. شکرت میکنم عیسی مسیح، جلالت میدم خداوندا. شکرت میکنم برای اینکه برای همه ملک سباهایی که در زندگیمون داریم و گاهی به ما گوشزد میکنند که به این مقام رسیدیم. یهوه الوهیم ما رو بلند کرد، در این مقام گذاشت تا راستی و عدالت خدا رو جاری کنیم. هدف خدا این بود. در نام اعظم عیسی مسیح دونه دونه عقاب‌های این کلیسای اسمیرنا رو نور و نمک جهان اعلام میکنم در نام اعظم خداوندمون. آمین.